دوستان عزیز، غالب جان یوسفوف را تحت کفکوبی های شما به صحنه دعوت میکنیم. وطن افسانه پرداز تو را افسانه میخواند، حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخواند. یکی در کوه ساری شادمانت قصر میبیند، یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دین، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را در سر نوشتی خش می بالند و می نالند، یکی آباد می سازد یکی ویران نمی خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست، یکی در دامنت همگامه‌ای بیگانه می خواند. وطن ای جان، وطن ای دین، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکنه دنیا، هوس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند. حبیبی می سرایت شاه بیتی شاه راحت را، حدیث تنگ چشم حسرتی گرگان میخواند. وطن ای جان، وطن ای دین، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. محل بازی ذکری نظر صد پارت خواهد، جهان سازی به هستی گوهری یک دانه میخواند. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دین، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، 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 بهشتی ما. تشکر عزیز، خوش آمدید. دوستان عزیز، السلام علیکم. اینک برنامه نوبتی آینه شب این دفعه در طربخانه انسیتو با اشتراک سراینده ممتاز، سراینده عزیز شما، محبوب دل شما غالب جان یوسفوف دوباره تکرار می شود. یک کفکوبی شما برای غالب جان یوسفوف. دوستان عزیز، من در آغاز می خواستم آنهایی که امروز آمدند، من میبینم چهره هایی را که بار دوم به محفل آینه شب به محفل غالب جان یوسفوف آمدند. میخوام پرسان شوم که به فکر شما برای چی تلویزیون جهان آرا، برای چی برنامه آینه شب تصمیم گرفت که دوباره با غالب جان یوسفوف
این برنامه را سازمان دهد و با شما بار دیگر در طرفخانه انسیتو برنامه آینی شب را برقرار کنند. من میخواستم به این سوال اونهایی که امروز آمدند به امید آن که 25 سرود نو غالب جان را شنوند سخن کرده باشند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. برای اون ما دیگه بار طلب کرده غالب جان، سرودهای غالب جان بسیار به ما معقول می باشد. اون از جهت تربیوی، از جهت مضمون پره می باشد، زمانوی می باشد و بنابر همین ما با دزدیم و تماشای این کنسرت غالب جان آمدیم. اون کس چون فرزندی ما می باشند، سرودهای بسیار زیبا می خوانند. برای این ما با اون کس کامیابی های با نوا آرزو می کنیم. دائما هیچ راهشان سفید باشد، اما وقت برای خدمت خلق اون کس تیار باشند. تشکر. خوب دوستان عزیز، مرحمت. باز که از محفل امروز از واخوری با غالب جان یوسفوف شما چی امید دارید؟ مرحمت. باز که میخواهد سخن کنند. مرحمت. من امروز از محفلی تشکیل کرده که سفری گذشته محفل در فردوس بود و امروز بینم اگر باز اضافه بسیار مخلصان جمع اومدن با یک روحی بلند، با یک خرسندی باید تمام شد. محفل بهت خوش میگذرد. خودتان رو معرفی کنید. من سروری جمعیتی دوره مسجد مسجدی مسافرکشانی ایلیت فروغت ابراهیمی می باشم که من در بین خلق فقط آواز شیرینی غالب جان رو گوش میکنیم در سفرهای کاری. البته باری دیگر خوش آمدید. آمدین شما مضمونش همین که همه مسافرکشان و همه مسافران مخلصی غالب جان یوسفوف. یک کف به شما. تشکر. مرحمت. باز من یکتا مخلصی گروه احسان غالب جان یوسفوف مخلصی اشیدتری می باشم. من امروز آمدم که همین 25 سرودی نو گوش میکنم. گفتم همین غالب جان که خیلی بسیار مخلصی باشم. سلامت باشید دوستان عزیز. من اندیشه میکنم که امروز غالب جان یوسفوف سرودهای نو خودشان رو میخوانند. مرحمت. نوبت به غالب جان یوسفوف. تشکر. خیر، اول السلام علیکم. یک بار دیگر مخلصان عزیز، مهمانان عالی قدر، از دیدار شما خیلی شاد هستم. من باوری نداشتم که همین خیلی در مدتی کوتاه همین خیلی مردم بسیار جمع میشوند. البته باوری داشتم لیکن اینقدر هم نه. غزل خواندم به نام تو، نوایم دل نشین آمد. ثمر جستم ز دامانت، جهانم نازنین آمد. پدر جان این چی فرهنگی شریفه در وجودی تو، کی سامانش مرا از آسمانو در زمین آمد. کی سامانش مرا از آسمانو در زمین آمد. پدر جان، پدر جان، پدر جان، پدر جان، پدر جان، پدر جان. من زیگر موسردی دنیا، زی جان و دل بها دادی برنج و دردی دنیا. پدر جانی قدر سالار مردو
پایدار هستی کی سر پایان آوردی به هر نامرد این دنیا کی سر پایان آوردی به هر نامرد این دنیا پدر جان 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 پدران عزیز زنده باشتم. یک قرصک برای پدران بزرگوار. از عشق کینه کی دیده بود من بینم کی بر مراد رسیده بود من بینم از عشق کینه کی دیده بود من بینم کی بر مراد رسیده بود من بینم جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی چیزی دیگر ندیده بود من بینم چیزی دیگر ندیده بود من بینم ای عشق ای عشق فریاد از تو مجنون که به یاد لیلیش مجنون شد فرهاد که ز درد شیرینش دل خون شد چون وامق بیچاره به یاد عذرا دردی دل من به یاد تو افزون شد چون وامق بیچاره به یاد عذرا دردی دل من به یاد تو افزون شد ای عشق ای عشق فریاد از تو ای عشق ای عشق صداد از تو
عذاب و استرابم تا کی؟ از دستی تو بیمار و خرابم تا کی؟ هر روز کشیده هزارو هر شب، از دردی تو تا صبح نخوابم تا کی؟ هر روز کشیده هزارو هر شب، از دردی تو تا صبح نخوابم تا کی؟ از عشق کینه که دیده بود من بینم، کی بر مراد رسیده بود من بینم. جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی، جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی، چیزی دیگر ندیده بود من بینم، چیزی دیگر ندیده بود من بینم. ای عشق ای عشق فریاد از تو، ای عشق ای عشق صداد از تو، فریاد از تو. مسرود نوبتی طفل زیبا برای هم دستروی کنیم با مرحمت. این طفل زیبای شما کلام شود کلام شود، در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود. این طفل زیبای شما کلام شود کلام شود، در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود. کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود، کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود، داننده قرآن شود. کلام شود کلام شود داننده قرآن شود، کلام شود کلام شود. این طفل دانای شما چون حافظ و خیام شود، مانندی بابا جا غفور نابغه ایام شود. این طفل دانای شما چون حافظ و خیام شود، مانندی بابا جا غفور نابغه ایام شود. کلام شود کلام شود بچه مکتب خوان شود، کلام شود کلام شود بچه مکتب خوان شود، رهبری دانایان شود. کلام شود کلام شود رهبری دانایان شود، کلام شود کلام شود. شما یک عمر با دولت شود، در چشمی هر پیر و جوان با قدر و با قیمت شود. این طفل نوزاد شما یک عمر با دولت شود، در چشمی هر پیر و جوان با قدر و با قیمت شود. کلام شود کلام شود با فضل و با حکمت شود، کلام شود کلام شود با فضل و با حکمت شود، یک مردی با حرمت شود. کلام شود کلام شود
یک مردی با حرمت شود کلام شود کلام شود این طفل زیبای شما کلام شود کلام شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود این طفل زیبای شما کلام شود کلام شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود داننده قرآن شود کلام شود کلام شود داننده قرآن شود کلام شود کلام شود خب در برنامه این شب غالب جان یوسفوف مهمان ما هستند. من میخواستم از غالب جان پرسان شوم که تأثیرات شما از برنامه امروز از قبول مخلصان و فکر شما درباره آن که شما بار دوم مهمان برنامه آینی شب گردید. مرحبا. تشکر. البته تأثیرات من از امروز برنامه بسیار بلند است. چقدر که در اول گفتم من باوری نداشتم که تا این درجه مخلصانی من مرا دستگیری میکنند و از دیدار شما خیلی شاد هم هستم و باوری دارم که امروز برنامه با سطح عالی از وی دفعه با خوبتر میگذرد. راستی گپ وقتی که به من رئیس پیشنهاد کردن که بار دوم همین برنامه رو تشکیل کنیم من به شوفه افتادم. باز گفتم که خیر اگر مخلصان خواهش کرده باشند حتی 10 نفر یا که 20 نفر شود هم مردم بیاین هم من آماده هستم تیار هستم خدمت میکنم برای ما. تشکر بسیار. دوستان عزیز در این مدت غالب جان یوسفوف توانستند 2 کنسرت عالی جناب در کاخ رودکی گذاشته باشند و بسیاری از شما البته در این کنسرت بودید و در برنامه گذشته ما غالب جان یوسفوف گفته بودند که من با خودم رقابت دارم، یعنی با صنعت خودم سال به سال من باید کاری به راه مانم که برنامه امساله من از برنامه سال گذشته بهتر شود. من اکنون در حضور شما از غالب جان پرسیده هستم که همین رقابت شما چی نتیجه داد و نظر شما به بازیافت و کامیابی و موفقیت یا اینکه برعکس به اون پدیده هایی که شاید برای خودتون معقول نباشد. مرحبا. گرچنده که صنعت این خود یعنی کنکورنسی هست، رقابت هست و من در هر کجا میگویم که رقیب من در صنعت خودم هستم، زیرا من باید از سالهای آینده خوبتر و بهتر سرود ایجاد کنم و آنهایی که در کنسرت من بودن در فکرم این رو مشاهده کردم. در آنجا تماما دیگرگونی ها بود، مثلا آرایش صحنه، سرودهای نو، باز بسیار نویگری ها بود و البته من قناعتمند هستم. تشکر. هرچند کنسرتی شماره کنسرت های شما در کاخ رودکی کم شد ولی امسال هم یک کاری تاریخی شد که در برنامه آینه شب در دوام 2 ماه 2 مراتب شما مهمان شدید. وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستم میرسم زیبا پری، کی با وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستم میرسم زیبا پری، در فراقی دیدنی روی تویمه، کی با مقصد میرسم زیبا پری، در فراقی دیدنی روی تویمه، کی با مقصد
مقصد میرسم زیبا پری. با خیالت گشتیم آب و ادا، در بدر کوچه به کوچه چون گدا. با خیالت گشتیم آب و ادا، در بدر کوچه به کوچه چون گدا. تو بیا در مخدمت جان ها فدا، کی به قصرت میرسم زیبا پری. تو بیا در مخدمت جان ها فدا، کی به قصرت میرسم زیبا پری. بیگذری از کوچه در دست سبد، نیم نگاه ناکرده حالم سازی بد. بیگذری از کوچه در دست سبد، نیم نگاه ناکرده حالم سازی بد. میکنی دیوانه ما را عاقبت، من به حسرت میرسم زیبا پری. میکنی دیوانه ما را عاقبت، من به حسرت میرسم زیبا پری. کی به وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستت میرسم زیبا پری. کی به وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستت میرسم زیبا پری. در فراقی دیدنی روی تویمه، کی به مقصد میرسم زیبا پری. در فراقی دیدنی روی تویمه، کی به مقصد میرسم زیبا پری. سلامت باشید و رحمت برای رقصای زیبا. مرحمت دوام میدیم. دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده. جانا دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده. گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری، گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری. گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده، گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده. هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است، هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است. سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است، سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است. هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است، هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است. سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است، سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است. جانا دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده. جانا دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده.
گرمی تو را خواهم، در سردی تو را خواهم، در گرمی تو را خواهم، در سردی تو را خواهم. گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم. گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم. در گرمی تو را خواهم، در سردی تو را خواهم، در گرمی تو را خواهم، در سردی تو را خواهم. گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم. گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم. جانا دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده. جانا دلم بردی خندیده و خندیده، با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده. گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری، گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری. گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده، گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده. لبی لعله که تو داری در سمرقند نباشد، دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد، دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد. کمان ابرویی که داری در زرفشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد. تو جو خندی پری دختر، زی خوجندی پری دختر، تو جو خندی پری دختر، زی خوجندی پری دختر. پیشی زلفی سیاهی تو شبی مهتاب چه باشد، پیشی نوری نگاهی تو نوری آفتاب چه باشد. و همان نازی شیرین است دلی من آب شود باز، پیشی این قلب بیزاری من دلی فرهاد چه باشد. پیش این قلب بیزاری من دلی فرهاد چه باشد. تو چو قندی پری دختر، زی خوجندی پری دختر، تو چو قندی پری دختر، زی خوجندی پری دختر. خیرامان رفتن آیت را شوخی تناز ندارم، عطر خوشبوی مویت را گلکی راز ندارم. تو همان دوری یکتایی چون تو در این جهان است، همان خالی بری رویت ترکی شیراز ندارم، همان خالی بری رویت ترکی شیراز ندارم. لبی لعله که تو داری در سمرقند نباشد، دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد، دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد. کمان ابرویی که داری در زرفشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد. تو چو قندی پری دختر، زی خوجندی پری دختر، تو جو خندی پری
پری دختر زیخو جاندی پری دختر بینندگان عزیز برنامه آینه شب ادامه دارد. خاطررسانی میکنیم که برنامه آینه شب با تشبث تلویزیون و رادیوی جهان آرا برگزار می شود و این برنامه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت همچنین در همکاری با مرکز سودای تابان و همچنین شرکت لیمند یک، هواتاق یک و رادیوی شهریمند برگزار می شود. دوستان عزیز خاطررسانی میکنیم که در برنامه ما در برنامه آینه شب بهترین هنرمندان بهترین سرایندگان همیشگی مهمان می شوند و این دفعه غالب جان یوسفوف مهمان برنامه ما می باشند. خب من می خواهم در دوام برنامه امروزه از غالب جان پرسان شوم که امروزها با چی کار مشغول هستند و بینندگان مخلصانشان از آن کس چه ها را می توانند در روزهای نزدیک در ماههای نزدیک انتظار شده باشند. مرحبا. تشکر. امروز ما هر روز در خدمت مردم هستیم، در توی معرکه های مردم خدمت میکنیم و به این نگاه نکرده از پی ایجاد هم هستیم و هر یک روزی که من اثر میگذرانم به هر یک طبیعتی که من میبینم و به هر یک هوای تازه که نفس میکشم این یک جهان برای من الهام میبخشد و همین ماه می در همه شهر و ناحیه های ولایت سفرهای هنری داریم. روز 23 می در ورزشگاه خستیورز به شهر کانیبادام به ناحیه اشت به شهر اسفری باستانی استراوشان و همه جا سفرهای هنری داریم و در ماه می به دوشنبه می رویم یک دو سرودهای نوی خود را در آنجا ثبت میکنیم، کلیپ آن را تیار میکنیم با همراه استاد افضلشاه شادیف و بابا جان امان الله و نزدیکی البته دسترسی مخلصان می شود. تشکر بسیار. خوب دوستان عزیز ما میخواهیم امروز در برنامه آینه شب باز رجوع کنیم به کلیپ ها و ویدیو کلیپ های غالب جان یوسفوف با آن ویدیو کلیپ هایی که در چند ماه آخر روی کار آمدند و اینجا میخواستم به هر حال هرچند در برنامه پیشین ما درباره ویدیو کلیپ مادر صحبت کرده بودیم همچنین درباره ویدیو کلیپ اسب سوار صحبت کنیم. هدف امروزه صحبت ما هدف امروزه اندیشه هایی که از جانب شما بیان می شود بازم بهتر کردن سطح ویدیو کلیپ های هنرمندان است. ولی در آغاز من میخواستم بینندگان عزیز به سهم شما یک نفر متخصص ساحه را عموما درباره ویدیو کلیپ های هنرمندان سرایندگان مخصوصا سرایندگان جوان پرسان شوم و این لحظه از شما خواهش میکنم که به اکران برنامه آینه شب عزیز فکر شما درباره ویدیو رولیک های حافظان سرایندگان ولایت چگونه است؟ دختر جان، ویدیو رولیک هایی که امروز به نوار گرفته می شوند هستند، از بین آنها نقضش هم هست، لیکن اکثریت نه آنقدر. من شخصا کمی نمیخواستم که پیش از همه سخت به این نوبت گیرن معنا و صفت. معنا یعنی رولیک یا اینکه همون کلیپ باید از معنا رود. مثلا وای گفته ایستاده است انا مثال در دست من پیاله لیکن وای بازی میکند شخمت. دخترک سرود گفته است که در دست من پیاله در دست تو پیاله لیکن وای شخمت بازی میکند. مثال از من حافظایی که مثلا من نامشون نمیگیرم البته از من خفه نشوند. یعنی کلیپ چی؟ این یک فیلمی کوتاه حقق که وای باید اول داشته باشد، مابین و خاتمه.
агар забони касбӣ бигӯед, агар экспозитсия, кульминатсия и концовка. оё дар клипҳое ки имрӯз мо мебинем ҳамин чиз ҳаст ё не? мефаҳмед? ин як. кадом вақт клипҳо нағз мешаванд? аксар масалан дар бораи он ҳофизони номие ки мо шумо медонем, ситораҳои эстрадаи тоҷик, яъне клипҳои худашонро мегиранд дар дигар давлатҳо, давлатҳои ҳамсоя мегиранд. чаро? барои чӣ? барои ин ки сифат хушрӯй, маъно ҳаст дар он ҷо. ана барои ҳамин ҳам мегиранд. онҳое ки имрӯз мегиранд клипҳое ки масалан мегиранд, яъне аз гуноҳи ман гузаранд, мехоҳанд ки маблаға камтар сарф кунанд, як илоҷи карда ҳамон клипа гиранд шуд. на, ҳеҷ гоҳ ин хел намешавад. агар ки хоҳед чизи хушрӯй пӯшед, албатта вай қимат меистад. рафта шумо талош мекунед, як илоҷи мекунед, кӯшиш мекунед ки арзон карда гиред. лекин дар филм, дар клип ин хел намешавад. хоҳед ки филматон нағз барояд, хоҳед ки клипатон олиҷаноб барояд, маблағ сарф кардан дар кор. шумо мехоҳед оши палави бисёр бомаза хӯред, ҳамто овайба агар гӯшти бисёр олиҷаноб набошад, равғани мисол олиҷаноб набошад, биринҷи девизира набошад ва ҳоказа ва ҳоказа, не тамоми ҳамон компонентҳош набошад, оё ошатон бомаза мешавад? боракалло. клипам ҳамин хел. ин ҳаёт аст, ин талаботи ҳаёт аст. ва ман хоҳони он будам ки вақте ки минбаъд он ҳофизони мо, алалхусус ҷавонҳо, вақте ки клип мегиранд, пеш аз ҳама бисёр хуб мешуд аз маънои ҳамон суруд раванд. хуб, ман ин лаҳза мехоҳам фикри, чун фикри як нафар мутахассис Умар Алиевичи пурсон шудем, ман ҷа мехостам фикри худи Ғолибҷона дар ҳамин маврид пурсон шавам. андешаи шумо оид ба фикри Умар Алиевич ва фикри худатон дар бораи видео клипҳо. марҳамат. ман ба гуфтаҳои устод Умар Алиевич 100% розӣ ҳастам, зеро ки он кас дар ин соҳа профессионал ҳастанд. мо ҳатто бо он устод ҳамкорӣ дорем. чанд клипҳои маро, яъне сценарии клипро ҳамин кас навистагӣ ҳастанд. ва ба суханҳои он кас ман илова кардани ҳастам ки ба шогирдон, гарчанде ки худам ҳам ҳоло шогирд ҳастам, ҳоло ҷавон ҳастам, лекин хеле ҷавоно зиёд шуданд, санъаткорон, чӣ хеле ки гуфтанд клипҳо, сурудҳо мебаронанд, мазмун надорад. албатта ҳамаи онҳо ин хел нестанд. ҷавононе ҳастанд ки оянда доранд, яъне маълум аст. лекин ба ҳар ҳол бекамбудӣ намешавад. албатта камбудӣ дар ҳама, дар мо ҳам, дар дигар санъаткоро ҳам дида мешавад. лекин бо устодон ҳамкорӣ кунанд, бо шоирон ҳамкорӣ кунанд, албатта пушаймон намешаванд. ташаккури бисёр. ман дӯстони азиз ин лаҳза мехоҳам ҳамроҳ ду видеоклипи Ғолибҷон Юсуповро тамошо кунем. ҳам тамошо мекунем ва ҳам Ғолибҷон инҷа мехонанд, яке модар, дигаре асп савор. марҳамат. хуб, барои модарони азиз ин суруди нав аст. الله‌های مادرم در یاد من تا ابد، ناله های مادرم فریاد من تا ابد، گریه های مادرم قلبی مرا رشک کرد، خنده های مادرم ایجاد من تا ابد، خنده های مادرم ایجاد من تا ابد.
عزیز و غمخوار از بحری که دکاند آماده ای به هر کار گر خندت ببینم عالم شود چمنزار بر موی تو نرزد صد دلبری وفادار الله های مادرم در یاد من تا ابد ناله های مادرم فریاد من تا ابد سوزنی خود میدادی نام ما را با صد امید و آرزو کردی کام ما را امروز شد پراجنگ نورانی چهره ای تو این دولتت به پیری بختی روان ما را این دولتت به پیری بختی روان ما را الله های مادرم در یاد من تا ابد ناله های مادرم فریاد من تا ابد گریه های مادرم قلبی مرا رشک کرد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد یک روز همین سرود نو برام دیگه بود و یک دوست عزیزم زنگ زد گفت که همین گفت وقتی که مادرم الله میگفتم من یادم بنی تو یادت به هست میگفت من گفتم راستی که یادم نیست گفتم لیکن مانند سیت اوکام هست گفتم اوکای خوردی که وقتی تولد شدگی بود من 10 ساله بودم مادرم همون الله میگفتم من همون یادم به هست حتی از یاد میدونم یا البته یک شیخی کردیم بعد مفتی طلبان سرودی اسب سوار میرفت اسب سوار آمد خندید دلبر مرحبا این سرودی رقصی است سرودی شیخ است بیملو خرسندی رقص بازی کنیم دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر خوشم را میبرد قدی بلندش خیرامان میرود از پی سمندش خوشم را میبرد قدی بلندش دلی صدها جوانان آب گشته زی چشمی مستم لبهای خندش
دلی صدها جوانان آب گشته زی چشمی مستان لبهای خنده اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر چهره گل خنده گل روی لبت گل چشمی بادامی و زلفان سنبول چهره گل خنده گل روی لبت گل چشمی بادامی و زلفان سنبول آن دو ابروی کج چون تیغ چنگیز ندیدم مثل تو در هند کابل آن دو ابروی کج چون تیغ چنگیز ندیدم مثل تو در هند کابل اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر خنده های مادران شادی های کودکان بختی نیکی آدمان این همه بختی من است بختی نیکی آدمان این همه بختی من است آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم نان گرمی مادرم این همه بختی من است نان گرمی مادرم این همه بختی من است حاجی بابا روانه سحر سوی چایخانه حاجی بابا روانه سحر سوی چایخانه بینگر یارو دوستانه این همه بختی من است بینگر یارو دوستانه این همه بختی من است نورانی حاجی آید هر دم دعا نماید نورانی حاجی آید هر دم دعا نماید نوری الهی دارم این همه بختی من است نوری الهی دارنده این همه بختی من است این همه بختی من است این همه بختی من است نوری الهی دارم این همه بختی من است در بزم نوجوانان خانم ترانه
ستمت زده به جانم جبرو ستمت زده به جانم بینگرزی سرت کچ می بندم بینگرزی سرت کچ می بندم من از علمت کچ می بندم از درد و غمت کچ می بندم مانندی پرنده مهاجر مانندی پرنده مهاجر از بام و درت کچ می بندم از بام و درت کچ می بندم من از علمت کچ می بندم. دوستان عزیز برنامه آینه شب ادامه دارد با غالب جان یوسفوف. خیلی که گفتیم بار دوم غالب جان یوسفوف مهمان برنامه آینه شب است و فکر میکنم که شاید چند مدت دیگر شما نتوانید با غالب جان یوسفوف روبرو شوید، با غالب جان یوسفوف همنشین شوید. برای همین اینجا میگذاریم به تحلیل همین کلیپی که به مادر بخشیدن غالب جان یوسفوف. اولا من میخواستم فکر و اندیشه شما رو اگر سوال داشته باشید اوید به همین ویدیو کلیپ. یک سوالی که من میخواستم دهم خودی غالب جان علکای گفتن، غالب جان علکای خودشون پیش دستی کردن، به فکرم احساس کردن که ما همین سوال میدیم. هرچند درست است در شعر بعضا میشود، بعضا انسان چیزهایی که خودش نشونیده است یا چیزهایی که خودش با اون واقعه روبرو نشده است لیکن در تصورش در خیالش اون میتواند بیدار کند. بنابراین در یاد گرفتن الله مادر این چیزی مقرری است، برای اون که وقتی که ما الله مادر گوش میکنیم در هر صورت کودکی خود ما به یاد میاریم و شاید مادر نباشد که الله را نگوید. بچم خواب را الله گفتگی نگفتگی مادر نیست. برای همین احساسی غالب جان یوسفوف اینجا 100% درست است. ولی اگر سوال نداشته باشید من به هر حال میخواستم پرسان شوم، چون که چندین نفرها پرسیدن همین مادر و پدر و فرزندی که در همین ویدیو کلیپی شما بازی کردن واقعا هم نهایت نقش خوب بازی کردن. من میخواستم از شما پرسان شوم غالب جان که همین ها کی هستن؟ راستی گفت اینها رو من خودم حالا نمیشناسم، زیرا یک جوان با نام اکمل واسیدی بسیار جوانی لایقتمند است، چندین علاقه چندین کلیپ ها رو به نوار گرفته است. وقتی که گفت که من به همین سرود شما سیناری نویستم و گفت که من اکتیارها رو خودم انتخاب میکنم، من گفتم مایلش. و وقتی که همین کلیپ سوژتی همین کلیپ به نوار گرفته شد من در آنجا نبودم، من از بس که سیرکار هستم به من با طریق کامپیوتر نشان داد که بسیار به درجه عالی بازی کردند. من همین سوال رو دادم که اینها کی هستند، برای چی من اینها رو دیگر پیش از این در یگان کلیپ ندیده بودم. بعد گفت که اکو من خواستم که همین یک چهره نو رو برای کلیپ شما جایگیر کنم و من بسیار خرسند هستم و البته از خدمت های وی بچه من میندار هستم. اونهایی که اینجا نشستن البته همه اهل دل هستن، به چشم میبینیم، اندیشه میکنیم. اینجا استاد عمر علیویچ یک نکته خوب گفتن که برای اون که کلیپی خوشوری شود البته مبلغی کلان دادن در کار، البته برای این غایه میگذارن، وقت میگذارن، چیز صرف میکنن. ولی انا همین ویدیو کلیپ خیلی که همه دیدن، اونهایی که از سینشون از 40 بالا سالهای 90 به یادشان آوردن. واقعا همین کارگردان الیمنت ها همون جزئیات زندگی یافت است که ما سالهای 90 میبرد. واقعا هم سالهای 90 پیش از استقلالیت، سالهای آخری شوروی زمانی بود که ما به مغازه ها رفته به نان نوبت میپاییدیم و واقعا هم همین چیز اون دوران به خاطر ما میآورد و این یک سخنی
هنرمند است، حافظ است که ما باید امروز شکرگزاری کنیم که در کدام زمان زندگی میکنیم. و دیگر کلیپی که اینجا ما دیدیم اسب سوار است. من میخواستم درباره تاریخ همین اسب سوار گفته باشید. خب درباره کلیپ اول یگان سوال هست، اندیشه فکر نیست. مرحمت غالب جان درباره اسب سوار. تاریخ این سرود بسیار عجایب است. من یک روز در اینترنت همین رسم‌های قدیمی رو دیده ایستاده بودم که یک رسم توی قدیمی شهر خوجند نمایان شد. در اون رسم عروس در بالای اسب است و داماد همون لجام اسب رو به دست گرفتگی است. در آنجا دیوال‌های پخسگین کهنه، لباس‌های فرنگی، من این داماد بسیار چپان‌های زیبا، همون وقت نمیدونم سال‌های چند باشد، بسیار قدیم است، پیش از ریولوسی به فکرم. در اون وقت ماشین نبود. همون را دیدم و همین چیز به من الهام بخشید که اسب سوار آمد خندید دلبر، ما را نگاه ندارد یاری ستمگر. یعنی از بس که روست است با فرنگی و داماد را دیده نمیتواند و میخواهد که چهره او را ببیند. برای همین چیز رو من یعنی همین سخنها رو در آنجا جایگیر کردم. و عجایبی کار این است که همون دختری که در کلیپ بازی کرده است و در اسب عرابه سوار شده می‌آید، تصادفاً همیشه برآمد که نام همون دخترک دلبر بوده است. خندیده دلبر وقتی که گفت شما میدونستید که درباره من سرود خواندید. من گفتم این یک چی است؟ صفبدری است. غالب جان ندیده عاشق میشوند، نشنیده الله یاد میکنند. عجایبه، شاعری تیار. خیر، آبی جان نظرف شناختیم واقعا هم. اکنون یک سوال دارم. شما گفتید که همین اسب سواره، وقتی که یک دختره که دیدم فرنگی پوش دیگر برای چی شما یک بار از عنعنه ملی اون طرف رفته، یک بار نمیدونم این بله این من همین مسئله خود را دادم با اکمل جان. گفتم که ما باید همین که عنعنه های ملی، لباس های کهنه، و گفت که اکا گپتان معقوله که لیکن این بسیار تکرار شدگی است. در خریب که در همه کلیپ ها دیده می شود که همین خیلی لباس های قدیمی تاجیکی بید ما همین رو کمتر دیگرگونی میکنیم، به طور یعنی اروپایی همین چیز رو ثبت میکنیم. اول گفته با من معقول نشد و گفت که اگر من همین رو ثبت میکنم به شما معقول نشود، شما پولش نتید. گفت پولش دادم معقول شد. تشکر. اکنون یک سوال دیگر. همین دو ویدیو کلیپی که ما اینجا بررسی کردیم، متن شعرهاش کی ایجاد کرد، از کجا؟ خوشبختانه من کم یعنی شعرنویسی چی میگن، مهارت شعرنویسی دارم از خردی، لیکن من خود را شاعر نمی‌حسابم و سرودی مادر و همین سرودی اسب سواری که حاضر من خواندم شعر و آهنگ خودم است. با همراهی من نوازنده ها وفا جان علامرادوف همکاری کردیم، فردوس جان تیمیروف، زینالدین کریموف با ما کمک کردند و همین سرود را دسترسی مخلصان کردیم. تشکر. خب آیدی همین دو نواری که تماشا کردیم سوال داریتون؟ اگر هست مرحمت. نیست. دوستان عزیز، خاطررسانی میکنیم که برنامه آینه شب با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و در همدستی با مغازه لباسی مردانه و بچگانی تابان، آبهای تشنشکنی خواتاق یک و لیمند یک، همچنین رادیوی شهریمن در موج 97.7 و طرفخانه انسیتو برگزار میگردد و امروز مهمان عزیزی ما غالب جان یوسفوف می باشند. و من پیش از آن که بازم غالب جان سرود خوانند یک نکته گفتنی هستم که بعضا من شخصا سحرها به تلویزیون میمانم، یکی میبینم که غالب جان سرود خوانده، از نزدیکتر رفته میبینم که غالب جان نی.
میبینم که نمیدونم شاگردشون، برای همین از این کس یک چیز پرسیدنی هستم. بسیار کسا به شما تقلید میکنم، هم به لباس پوشی، هم به رفتار، هم به ژست های دست بالا کردن، پایان کردن. من میخواستم فکر شما رو درباره تقلید و پیروی پرسان شوم. مرحبا. من باوری دارم که هر یک سراینده وقتی که نو قدم های خود را به صحنه میگذارد البته با یگان حافظ پیروی میکند و یا که سرود های یگان حافظ را میخواند و آهسته آهسته راه خود را مییابد. ما هم همین خیل بودیم و شاگردای ما که حاضر با ما پیروی میکند، تقلید میکند، در حقیقت خیلی مانند هست. بعضا من خودم دیده این خیلی کلیپ هم نبودو میگم دیگه، لیکن این از یک جهت خوب هم هست. من باوری دارم که آنها آهسته آهسته راه خود را پیدا میکنند، البته پیدا کرده ایستادند و با همین آنها من البته راه سفید در صنعت بردباری ها تمنا میکنم. تشکر بسیار. غالب جان یوسفوف مهمان برنامه آینه شب و باز چند سرود دیگر در اجرای غالب جان یوسفوف. مرحبا. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین، بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین. اجازت ده به پهلویت نشینم، اجازه ده به پهلویت نشینم. بیگردم رسمه بر قاشی کمانت، بیگردم سرخی دوری لبانت. بیگردم اسمه بر قاشی کمانت، بیگردم سرخی دوری لبانت. شوم دستبانه در بندی دستت، شوم دستبانه در بندی دستت. در جوانی به دل ارمان نماند، در جوانی به دل ارمان نماند. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین، بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین. اجازت ده به پهلویت نشینم، اجازه ده به پهلویت نشینم. مرا کشتی تو از ره پای یا عجایب دلبری هوشیاری یا. مرا کشتی تو از ره پای یا عجایب دلبری هوشیاری یا. ندیدم مثل تو صاحب جماله، ندیدم مثل تو صاحب جماله. بزیبایی تو به همتایی ای یار، بزیبایی تو به همتایی ای یار. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. لبت قند و اصل جان شیرینم، با انگشتی تو من انگشترینم. بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین،
بگردم تکیه‌گاهت همچو بالین اجازت ده به پهلویت نشینم اجازت ده به پهلویت نشینم دو نفر میخوام که به صحنه برایم. خب دوستان عزیز، ما به اینها سوال میدهیم اگر غالب برایم صاحب تحفه میگردن. صاحب تحفه میگردن. سوالی اول، در کلیپ کدام از این سرودها دادر غالب جان یوسپوف نقش بازیده است؟ یکم سرود اولین، دویم سرود لب حوض، سوم سرود عجب حرف شنیدم از رقیبان. در سرود دویمش داماد جان یوسپوف لب حوض شمالش به کلیپ کردگی. غالب جان یوسپوف. آفرین آفرین. سرودی لب حوض همین خیر؟ بله. انا سوال دوم، بدقت. سرودی پدر، من با آژنگ تو با ذکر خدا می نگرم که غالب جان یوسپوف سراییده است، به قلمی که تعلق دارد شاعر آزرخش، شاعر لایق، شاعر فرزانه. همین اینا بسیار شعرشون تعلق دارد به لایق اینو دوست میدارن. همین سرودی پدر با خدا خدا که نیستگی البته خانه خدا اینو آرزوشون هست میرید، پدرتون هم میرد، مادرتون، مادری که شما به دنیا اومد، اون مادر از قیمتترین انسان، از کوه قاف بلندتر انسان، همین مادر شما الهی سربلند باشن چنین فرزند را تربیت کردن. همین سرودی پدر به نام خدا این شما تعلق دارد پسران، الهی آرزوتون برسید. سلامت باشید. خب ما هر دوشون هم غالب حساب میکنیم، هم به این کس هم با اون کس. خیلی که شما وعده کردید دیسک امشب آینه شب شخصا از دست غالب جان یوسپوف به دست هر دوی شما میرسد. یا کفکوبی سلامت باشتان. کدام از این جمله ها در یگان سرود غالب جان یوسپوف وجود ندارند؟ یکم طبیعت روز گرم و سرد دارد، دویم فیغان از دست تنهایی، سیم من زاری کسی شدم که بیزاری من است. سیومش تعلق نداره. بلندتر گفت. سیومش تعلق نداره. آفرین آفرین. یک سوال دیگر، کدام از این نام ها اکنون دیگرها خاموش میستند به فرزند خرد غالب جان یوسپوف تعلق دارد؟ یکم عبدالله، دویمش بهادر، سیومش غیب الله. یکمش تعلق داره. عبدالله همین خیر؟ اینهاش فرزندای شما نه؟ غالب جان یوسپوف در سالهای مکتب خوانی کدام فن را دوست نمی داشت؟ آ متماتیکا، ب سرود، و طبیعت شناسی. متماتیکا را ده. درست می؟ من گفتیم شما سرود دوست نمی داری. زادروزی غالب جان یوسپوف کدام روز است؟ کلی جواب تید معلومه؟ زادروزشم به فکرم یکمی فوریه. اون کس بتید معلومه؟ اون کس جواب تید. آفرین آفرین. یک سوال آخر، غالب جان یوسپوف با ولی جان عزیزوف درباره کدام از این نفران سرود خواندند؟ آ سیگار کشان، ب شراب نوشان، و نشأمندان. نشأمندان. آفرین. برای شما غالب امروزه آزمونی ما حساب میشوید، رقم تلفنتون میتید، شخصا به شما دیسک امروزه رسانده میشود. ولی تشکر معلوم. اگر یگان گفتنی داشته باشید مرحبا. البته سخنی گفتنی دارم. از سال 2006 این جانب من غالب جان را فرزندی خودم حساب میکنم. من نمیگویم که من پسر ندارم.
بیشتر، چون که در روزهای خرسندی فرزندان من این فرزند عزیزم خدمت کردم. وقتی که سال 2006 بود 2010 بود میبخشید، دومین دخترم را به شوهر دادیم. خواستیم که غالب جان به روز داماد طلبان ما خدمت کنه. این کس یکون روز خالگی نداشتن. من خودم رفتم با همراهی جانم التماس کردم غالب جان یک بار شرق به درآید و گوید که شما فرزندی کیم پرسید همه چی میگوید؟ گویم اینا گفتن که فرزندی شما میگویند. میگفتن ها البته. گفتم من به نهایت مخلصی اشدی غالب جان می باشم. سخنی مرا به زمین نمانده. فرزند عزیزم به روزی خرسندی فرزندی من ساعتی 8 پگاه داماد طلبان گرید گفته خدمت کردم. از این جانب من همچون فرزند گویا که خودم تولد کرده باشم دوست می‌دارم. نه بلکه من همه شخصان اهل عائله‌ام، همه کارگرانم، فرزندانم، همه خویشاوندگان از نام همه آنها شما را غالب جان تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار آواز شما یگان بار خسته نگردد. همیشه سربلند، نیکنام، خوش رفتار، خوش روزگار باشید. به سری همه ما مادران عزیزتان همیشه خرسند و خوشبخت باشید. فرزند عزیز آرزوی هوسی فرزندان را همراه همه ما بینه. تشکر بسیار. خب من از نام غالب جان وعده میدم که به این برادرامو که دادرامو که اینجا نشستن خودشان غالب جان دیسک برده میرسانند، ما ثبت میکنیم و باز از تلویزیون جهان آرا نمایش میدیم. یک قرصک برای مخلصی بهترین امروزه برای دادری ما. سلامت باشتون دوستان عزیز. من میخوام یک لحظه ما هینی استراحت یک چند دقیقه به لحظه های دیرینه، به لحظه های پیشین ایجادیات غالب جان سفر کنیم. لحظه ها از همکاری با ولی جان عزیز و استراحت کنیم. مرحبا. کی افسوس صدا داد زنگ یاخی، همان روزه کی افسوس صدا داد زنگ یاخی. همه یاران گریستن همین آهنگ یاخی، همه یاران گریستن از این آهنگ یاخی. یکی از یار جدا شد، یکی از دوستی جانی، یکی از یار جدا شد، یکی از دوستی جانی. چی میشد باز بیاید همان دوری جوانی، چی میشد باز آید همان دوری جوانی. برگرد یارکی شیرینم، برگرد آشنایی درینم، برگرد عشقی اولین ما. برگرد یارکی شیرینم، برگرد آشنایی درینم، برگرد عشقی اولین ما. خب دوستان عزیز، ما به این سرود گوش کردیم و یک لحظه اگر به مضمون متن سرود غالب جان و ولی جان دقت دهیم، اونها گفته ایستادند که برگرد، برگرد لحظه شیرین، برگرد دوستی دیرین، برگرد. خب غالب جان به هر حال من میخواستم پرسان شوم که به همون لحظه های همکاری خودتون با ولی جان دلتون گم میزند یا نه؟ البته راستی گفت همین نوار رو تماشا کردم، خودم به یک هیجان داده شدم، زیرا این دوره ها دوره طلایی بود. این دوره ها دیگر بر نمیگردد. آغاز فعالیت ما آغاز فعالیت گروه احسان بود و وقتی که ولی جان از گروه رفت من خود را
بسیار در صحنه تنها حس میکردم و حالا هم بعضا میشود که خودم را تنها میحسابم، لیکن خیر تقدیر است، نصیب است. او هم مخلصان خود را دارد. شکر خدا. من هم و هر کس راه خود را در صنعت انتخاب کرده. تشکر. من در یاد دارم سالی 2000 یا 2001 اون زمانم برنامه آینه شب بود با اشتراک شما و ولی جان در طرفخانه آزاده ما صحبت داشتیم و من یک سوال داده بودم که ولی جان و غالب جان شما تا کی همراه همکار در یک دستی هنری کار میکنید؟ چون که ما کم دیدیم که دو نفر هنرشان برابر باشد با همدیگر دور کار کنند. اونجا ولی جان عزیزوف جواب داده بودند که خدا خواهد ما تا زمان تا زمان کار میکنیم که همین اساچه در دست موسیقی چه هم همراه ما کار میکنیم. ولی شما اونجا یک جواب داده بودید که خدا میداند، اگر خدا خواست کار میکنیم، اون طرف خدا خودش داننده است. و ببینید که تا امروز خب من همین خیلی اندیشه میکنم که کم کم که با چی است شما در دوره ابتداییتون که با همدیگر همکاری داشتید خیلی که از درباره شاگردهای خودتون به محبت و به مهر صحبت کردید. اون دوران به هر حال دورانی یک اندازه شاگردی بود و همین اسلوبی انتخاب کردی شما که از اسلوب انتخاب کرده ولی جان تماما تفاوت دارد، شما رو به راه‌های گوناگون برد. میخوید یا باز یگان سبب هست؟ به فکرم اینجا فقط همین سبب اسلوبی هنری شما. خب غالب جان اینجا یک چند نفرایی که به ما مراجعت کردن گفتن که ما به شب ایجادی غالب جان یوسفوف رفته نمیتوانیم، ولی گفتن که ما به غالب جان توسط تلویزیون سوال میدهیم و الان سوال های آنها. من اوزاقف اسرائیل، چرا غالب جان نوازنده خود را ایواز کردند؟ یعنی سوال داده ایستادن که چرا غالب جان نوازنده خودشان ایواز کردند. شاید بعضی از نشستگان ندانند ولی هیئت هنری غالب جان یوسفوف چند ماه در آغاز سال 2016 خیلی که ما شناس کردیم پره مکمل ایواز کرده شد. تماشابین عزیز میخواهد داند که برای چی به این کار دست دادید؟ مرحبا. اما کار البته نویگری رو طلب میکند. وقتی که نویگری میشود پیشروی میشود، وقتی که نویگری میشود بردباری میشود. اما نویگری این چیزی خودش نغز است و من البته از نوازنده هایی که پیش از این برادرها بودند من از آنها بسیار سپاسگزار هستم. آنها تا حال دوستان من هستند، برادران من هستند. ما البته با آنها رفت آمد داریم، سلام علیک هستیم و این نان و نصیب بوده است. ما زیاده از 10 سال با آنها همکاری کردیم و همین خیلی شد که من خواستم که یک سبکی خود را سبکی گروه خود را کمتر دیگرگون کنم و من همین ماه ایول علاقه 1 سال می شود که من با دیگر نوازنده ها همکاری کرده ایستادم و این جوانانی که شما دیده ایستادید آنها بسیار لایق‌مند هستند، پروفسیونال هستند و برای من بسیار کمک میکنند. یک جای در خدمت مردم خدمت کرده ایستادیم. خوب گوش میکنیم به سوالی دیگری تماشابین. من کریموف سلیم، سرودی گریه مکن عزیز کمی غالب جان یوسفوف چی تاریخ دارد؟ تشکر. تاریخ این سرود بسیار عجایب است. من باری اول در سن 20 سالگی عاشق شده بودم و به کام دل نرسیدم و همین سبب شد که من شاید همین سبب باشد که من صنعتکار شدم، سراینده شدم و اگر عاشق نمی شدم
با همون دختره یعنی شناخته میشدم شاید من به دیگر کسب و کار دست میزدم و وقتی که همون دختری که من دوست می داشتم شوهر کرد در توی آن من خودم در خدمت بودم و این برای عاشق بسیار علم آور است و همین سرود را ایجاد کردم. گریه مکن عزیزکم تقدیر ما و تو همین است. تشکر. و یک سوالی دیگر. غالب جان یوسپوف، سوالی من همین است. شما شعرنویسی رو از که آموختید؟ شعرنویسی را هیچ کس آموخته نمیتواند. شعرنویسی این از طرفی شاید از طرفی خدا باشد. این مهارت به خودی آدم می شود. یعنی چه فهمانم نه به زوری نه به زر، یعنی اگر لیاقت باشد شاعر می شود، اگر نباشد نمی شود. غالب جان یوسپوف، سوالی من چنین است، سرودی دوست داشتی شما کدام؟ من همه سرودها را دوست می دارم، علاوه خود سرودهای خودم را دوست می دارم، زیرا قریب همه آنها را من خودم ایجاد کردم. سرود به مانند فرزند است، چخلی که هر یک انسان فرزند خود را برابر فرزندها را دوست می دارد، لیکن از همه آنها باز سرودی هست که برای هر یک حافظ بالاتر می ایستد. برای من این سرودی سلام مادر است و من در چند چهاربینی معرکه این را تکرار کرده بودم. خب دوستان عزیز، اگر سوال ها باشد بر علاوه سوال های بینندگان ما، مرحمت غالب جان جواب میدن. 13 اپریل تو شد، رفته خدمت کردم، یارگان به پول گفتگیشان نه، یا نوشته اشیاء گفتم. من میخواهم ورقچی من خونده نمیتونم، شرم دارم این سیدون که خونم. دوستی ما به سوال رکلام ما غالب جان به توی کی رایگان خدمت میکنه جواب نوشت. غالب جان برادری عزیزم، بله من شما رو برادر میگویم، زیرا شما در شب خرسندی حیاتم برای من برادروار خدمت نمودید که من از شما بی اندازه منتدار هستم و بر عوض این نیکی خالصانه تان برایتان از درگاه خداوند بزرگ سربلندی و خانه آبادی، تنسیتی و نیکنامی و فتح بلندترین قله های سنت را تمنا میکنم. همیشه در امان خدا باشید و با ما باشید. تشکر. غالب جان یوسپوف شما رو به صحنه دعوت میکنیم. چند سرودی دیگر در همه کاری پسر از پدر دوگی، دولتی شام و سحر از پدر دوگی، در همه کاری پسر از پدر دوگی، دولتی شام و سحر از پدر دوگی. تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست، تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست. پندی پدر را نگر از پدر دوگی، پندی پدر را نگر از پدر دوگی. گذرد عمری تو در سفری روز و شب، تو شای راهی سفر از پدر دوگیر. میگذرد عمری تو در سفری روز و شب،
گوشه راهی سفر از پدرت دعا گیر تازنی حال شینا با هوسی باغینا تازنی حال شینا با هوسی باغینا تا کی بیارد ثمر از پدرت دعا گیر تا کی بیارد ثمر از پدرت دعا گیر در همه کار پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر شهر به شهرت برد تا نشوی در بدر از پدرت دعا گیر حادثه عاشقی شهر به شهرت برد تا نشوی در بدر از پدرت دعا گیر کاش رساند خدا گنجی رهی مکه را کاش رساند خدا گنجی رهی مکه را مهری مدینه بسر از پدرت دعا گیر مهری مدینه بسر از پدرت دعا گیر در همه کار پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر در همه کار پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست پندی پدر را نگر از پدرت دعا گیر پندی پدر را نگر از پدرت دعا گیر از پدرت دعا گیر از مادرت دعا گیر از پدرت دعا گیر از مادرت دعا گیر بدنی سر قدی پسته دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمی بدنی سر قدی پسته دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهمی دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی پیوستی تو ای عمری گرامی نتوان زیست یک دم که چه عمری گذران را گذرانی غلطان سوی خاکی قدمت باز بیایم صد بار چو اشکم اگر از پیش بیرانی سیمی بدنی سر قدی پسته دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمی بدنی سر قدی پسته دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی
سیمین بدنی سرو قدی پیسته دهانی هر وز که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمین بدنی سرو قدی پیسته دهانی هر وز که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمین بدنی سیمین بدنی سیمین بدنی آرکی به وفا منم صاحبی دو جهان توی سائل و به نوا منم عاشق مبتلا توی لایق صد بلا منم خواستید مجده ها توی وارثی و قده ها منم دور توی زیاد توی اختر لحظه ها منم تو هم آوازی منی بالو پروازی منی در جهانی منو تو محرمی رازی منی چشم انتظار راحت دل بسته نگاهت چشم انتظار راحت دل بسته نگاهت از بحری من گذشتی ای بر خدا پناهت از بحری من گذشتی بر خدا پناهت از بحری من گذشتی بر خدا پناهت از بحری من گذشتی بر خدا پناهت فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی ایامی بهاران گل بیکارم تماشای رخ دل بر نمایم با ایامی بهاران گل بیکارم تماشای رخ دل بر نمایم شکوفه با هزاران دل فریبی برای دیدن یارم بیارم شکوفه با هزاران دل فریبی برای دیدن یارم بیارم فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی بهار آمد نگار نازنینم بیا تا یک دم رویت ببینم بهار آمد نگار نازنینم بیا تا یک دم رویت ببینم بیا تا یک دم با خاطری شاد زیروی لال زارت گل بچینم بیا تا یک دم با خاطری شاد زیروی لال زارت گل بچینم فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی دوستان عزیز برنامه آینه شب ادامه دارد. در برنامه امروزی ما غالب جان یوسفوف مهمان هستند و
فکر میکنم که امشب محفل ما، امشب برنامه ما واقعا یک برنامه خاطرمان خواهد بود. سالهای سال آنهایی که در این برنامه شرکت ورزیدند از این برنامه به خوبی به نیکی یاد خواهند کرد. دوستان عزیز، من اینجا میخواهم ذکر کنم که بسیار نفرهای بودند که به برنامه امروزی ما نتوانستند که بیایند وارد شوند، ولی توسط تلفن از ما خواهش کردند که میخواهند از غالب جان یوسفوف سوالهای خودشان، جواب سوالهای خودشان پرسان شوند و البته از برنامه آینی شب انتظار میشوند که آیا ما آن سوالها رو به عنوان غالب جان یوسفوف دادیم یا نه. بنابراین من میخواهم اینجا چند ساله که از مخلصان عزیز، از مخلصان هم غالب جان یوسفوف هم برنامه آینی شب رسیده است، توسط تلفن میخواهم بیان کنم. غالب جان، یک نفر پرسان میشوند که نام همسرتون چیست؟ خوشبختانه من صاحب همسری وفادار هستم و همسری من نظیره خان نام دارد. او خانشین است، در تربیه فرزندان هر روز مشغول است. تشکر. یک نفر میپرسند که شما به کدام دولت ها سفر کرده اید؟ من در دولت های خارجی بسیار سفر کرده هستم، به مانند مالایزیا، تایلند، سینگاپور، قریب که بسیار شهرهای فدراسیون روسیه، دبی، 4-5 شهرهای بزرگ هندوستان، آسیای میانه، قریب همه دولت ها رفتگی هستم و در آینده نیز نقشه ها دارم که در امریکا و در اروپا سفر کنم. سلامت باشید. یک نفر سوال کردند که شما سرودی دارید درباره دو خواهرانی که به یک جوان عاشق می شود، برای چی به آن سرود ویدیو کلیپ به نوار نمی گیرید؟ قصه آن خواهران را اگر به کلیپ گیرید خیلی جالب نشان داده می شود، گرچند غم انگیز باشد هم. بله، سال 2008 من سرود را تیار کردم با نام دو خواهران. این سرود ترجمه سرودی تانیا بولانова هست. وقتی که من همون سرود را گوش کردم که старшая сестра گفته میخواند، عیناً همون سرود را به تاجیکی خودم ترجمه کردم و به متن در آوردم و به آهنگ بسته خواندم. و سبب کلیپ تیار نکردن این سرود این است که همه خیلی خیال کردم که از برآوردن این کلیپ من یگان برای من یگان پلوس نمیشه، زیرا این بسیار غم انگیز است و ما باید به همین کلیپ مطابق، به همین سرود مطابق کلیپ کنیم و این آخرش به نیکی انجام نمیاد برای همون. سلامت باشید. یک نفر پرسان میشوند که آخرین بار کی به خط سیر مسافرکش نشسته بودید؟ راستی گپ در خاطر ندارم. سلامت باشید. امروز بعد کنسرت میشینیم. خوب. یک نفر سوال کردند که برای چی در کلیپ هایتون خودتون نقش نمی آفرید؟ من در آغاز فعالیت خود در یک چند کلیپ ها خودم نقش بازی کردگی هستم و از بس که امروز ها اویله دار شدم، هم خیلی سنی سالم حالی اینقدر کلان هم نیست، لیکن جوانانی هستند که در همین کار مشغول هستند، به اکتیاری میخوانند. یعنی بهتر می شود که اگر از آنها استفاده بریم باز کلیپ ها خوبتر و زیباتر می شود. یعنی وظیفه شما سرود خواندن؟ بله. یعنی به اندیشه شما هر کس وظیفه خودش کنه. خیلی. اکنون یک قطار سوال ها هستند که مانند برنامه اوله به زودی جواب میدید. من این به این سوال ها شما آشنا نکردم. به هر حال خوب، فقط جواب ها یا نه. همین. همه را معلوم است که بیشتر زنها مخلص شما اند. واقعا همین خیلی. همین خیلی جستجو میکنم که خال مرتا نشستند. همونها هم همسرشون خیلی اومده من یکتشون. سوال، همه را معلوم است که بیشتر زنها مخلص شما اند. همسرتان رشک نمیکنند؟ البته میکنند.
خوب اگر به شما در فیلم خوب نقش اساسی رو دهند بازی میکنید؟ با من چنین پیشنهادها زیاد میشود از بس که من مهارت اکتوری اینقدر ندارم برای همون یکی در آینده در نقشه دارم. دخترتون سراینده شدن خواهد اجازت میدهید؟ نه. گوری زن چخورتر از گوری مرد است. شما به این سخنان طرفدار هستید؟ من چی گفتم هم نمیدونم لیکن طرفدار نیستم. غیر از حافظ بودن باز کسبی دیگری دارید؟ من کسبی بسیار دارم. چیزی که میگویند در با یک هنر با یک مرد 40 هنر کم است. لیکن کسبی دوست داشته من صنعت است. باری شده است که برای اهل عائلتون خوراک پخته باشید؟ بله بسیار خیلی زیاد. بعدی سرزدنی نافهمی میان شما و همسرتون شده است که اولین شده عذر پرسید؟ بعضا میشود لیکن عذر پرسی این خیلی از توی دل نیو. خیر جدایم کن همین زانو که دیشتر کن میبخشی نیو اشوده کن شده میمانه. بعضا وقتا میشد که تو عذر نپرسی زنک سال جنگی میگردد مجبور میشه برای همون. سلامت باشید. من از غالب جان یوسفوف خواهش میکنم که همون سرودی که در باره آن صحبت رفت سرودی خواهران همین همونه به سمع حاضرین رسانند و باز چند سرودی دیگر برای بینندگان ارزانی دارند. در زمانه در مکانه قصه بگذشته بود بشنوید عاشقان تو گل چو خاره گشته بود بشنوید عاشقان تو گل چو خاره گشته بود دو گلی خوش رو هر دو خواهران مهربان هر دو زیبا و دلا راو با هم شیرین زبان دو گلی خوش رو هر دو خواهران مهربان هر دو زیبا و دلا راو با هم شیرین زبان به خبر از حالی هم دیگران دختران در دلی خود آرزو های نموده بکران یک خطاگی عجیبه کردن در این جهان هر دو بودن عاشقی شیدا بر یک نوجوان یک خطاگی عجیبه کردن در این جهان هر دو بودند عاشقی شیدا بر یک نوجوان دم با هر خواهران وعده ها میکرد خالی از زمین تا آسمان هر یک راز ریدانی خود می انداخت زود لیک در قلبی سیاهش ذره مهری نبود هر یک راز ریدانی خود می انداخت زود لیک در قلبی سیاهش ذره مهری نبود روزها بگذشت و تیغ زدن در جسم و جان تازه هم دیگر فهمیدند آخر خواهران
هر کسی در بشنود این قصه غمگین را، خواهرانی عاشق و همان دلی سنگین را، عشق می‌ریزد از چشمان با درد و علم، خون بشود از خواندنی این شعر بیچاره دلم. عشق می‌ریزد از چشمان با درد و علم، خون بشود از خواندنی این شعر بیچاره دلم. سلامت باشتم، زنده باشتم. ای به دل داغی تمنای تو خوش می آید، ای به سر درد و علمهای تو خوش می آید. گر تبسم بکنم سوی من افغان کنی، ای همان جبر و ستمهای تو خوش می آید. گر تبسم بکنم سوی من افغان کنی، ای همان جبر و ستمهای تو خوش می آید. پریشان تو خوش می آید، کی بد از زلفی پریشان تو را میگیرم، ای همان زلفی پریشان تو خوش می آید. کی بتم پیرهنی مهر و وفا می پوشی، ای همان قامتی بالای تو خوش می آید. کی بتم پیرهنی مهر و وفا می پوشی، ای همان قامتی بالای تو خوش می آید. کی به من حرفی مراسا و نوا می خوانی، لبی شیرین غزل خوانی تو خوش می آید. کی به من حرفی مراسا و نوا می خوانی، لبی شیرین غزل خوانی تو خوش می آید. کی قدم می نهی بر کلبه ویرانه من، ای قدم های خرامان تو خوش می آید. کی قدم می نهی بر کلبه ویرانه من، ای قدم های خرامان تو خوش می آید. ای به دل داغی تمنای تو خوش می آید، ای به سر درد و علمهای تو خوش می آید. گر تبسم بکنم سوی من افغان کنی، ای همان جبر و ستمهای تو خوش می آید. گر تبسم بکنم سوی من افغان کنی، ای همان جبر و ستمهای تو خوش می آید. ای به دل داغی تمنای تو خوش می آید، ای به سر درد و علمهای تو خوش می آید. ای به سر درد و علمهای تو خوش می آید. دوستان عزیز، خاطررسان میکنیم که برنامه آینه شب با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و در همکاری با مغازه لباس‌های مردانه و بچگانه تابان، آب‌های تشنشکنی هواتاق یک و لیمند یک، همچنین رادیوی شهریمند در موج 97.7 و طربخانه انسیتو برگزار گردیده ایستاده است و ما همه شما را به برنامه آینه شب با اشتراک غالب جان یوسفوف خیر مقدم میگویم. من اینجا میخواهم یک نکته ذکر کنم که دیروز در صحبت غالب جان یوسفوف گفتند که من سال آینده برای بینندگان، برای شنوندگان، برای مخلصانم بیشتر سرودهای را
تهیه میکنم که آن سرودها در متن سخنوران، در متن ادیبان کلاسیکی است. و من از غالب جان پرسان شدنی هستم که برای چی به این خلاصه آمدن، یعنی برای چی در رپرتواری من بعدی خود تصمیم گرفتید که بیشتر به سرودهای کلاسیکی روی بیارید؟ من این را از سالهای پیش آرزو میکردم و همه خیلی کوشش میکردم که از کلاسیک بسیارتر سرود خوانم. شاید سن سال من مطابق با آن شعرهای پرمضمون نبود، یا که مخلصان من اساسا جوانان بودند. برای همین من همه خیلی فکر میکردم که جوانان برای قبول کردن و متنها، مضمون و شعرها حالا تیار نیستند. برای همین من زینه به زینه از سرودهای شعرهای خودم و از شعرهای استادان، مثلا استاد نور محمد نیازی، استاد آذرخش، شادروان لایق شیرالی و دیگر شاعران استفاده برم. و همین خیلی تصمیم گرفتم که در سالهای آینده از کلاسیک بسیارتر استفاده برم. از کمال خوجندی، روایت‌های عمر خیام، از سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و باز یک چند کلاسیک‌ها، جامی و باز دیگرها. تشکر بسیار. و با خواهش شما یک چند نفر از شاگردان ما برای شما یک سلسله متن‌های خوب از آثار سعدی شیرازی، کمال خوجندی و یک زمره شاعران خوجندی از جمله شیخی خوجندی، شهیدای خوجندی آماده کردند که البته به قریبی به شما دسترس میکنند و ما امیدوار هستیم که به این نیتتان نیز شما خدا خواهد میرسید. و دیگر چیزی که ما اینجا گفتنی هستیم، البته برنامه آینه شب همیشگی کوشش میکند که هنرمند سراینده سرشتی او را برای بینندگان، برای مخلصان معرفی کند. و از این دو برنامه آینه شب که ما برای خودمون، برای مخلصان آماده کردیم، شما رو برای خودمون هم کشف کردیم یک اندازه که تا کدام اندازه شما به عالم معنی فرو رفتید و واقعا اون متنهایی که شما خودتان ایجاد کردید در سطحی است که مردم اون رو درک میکنند، معرفت میکنند و اون رو احساس میکنند. و در این سمت برای شما ما البته کامیابی بردباری میخواهیم. ولی به هر حال من میخواستم غالب جان از برداشت شما از هم محفل گذشته هم محفل این دفعینه برای خودتون چی برداشت کردید؟ همین محفل، همین شب نشینی، همین برنامه آینه شب برای شما چی تأثیرات گذاشت، چی سود برای شما آورد؟ مرحبا. برنامه آینه شب چخیل که شما گفتین مانند یک کپروک است بین سراینده و مخلص و این چیز رو من به خوبی درک کردم و من میسر شد که من با مخلصان خود از نزدیک شناس شوم، به سوالهای آنها تا حد امکان جواب دهم و صحبت آزاد با مخلصان و دوستداران صنعت آزادانه کرده باشم و این برای من میسر شد. در برنامه گذشته راستیگه من از بس که این خیلی برنامه ها کم میشوند، یکمین بار بود، یکمین بار نه خیلی زیاد سالها شده بود که من همین خیلی محفل ها به اشتراک کردگی نبودم، کمتر در هیجان بودم. لیکن همین دفعه همین برنامه رو من خیلی انتظاری کشیدم و گفتم که همون روز میرسد من با مخلصان عزیزم روپرو میشوم، با آنها صحبتی آزاد میگذرونم و خوشبختانه به همین روز رسیدیم. خوش آمدید. تشکر بسیار. خوب غالب جان، ما نیز از نام همه مخلصان، از نام دوستداران صنعت به شما کامیابی، موفقیت تمنا میکنیم. آرزو میکنیم که به قله‌های بلند صنعت رسیده باشید و آینه شب همیشگی کوشش میکند که مانند شما هنرمندان، صنعتکاران، خونیاگران را برای مردم معرفی کرده باشد.
خب من بسیار میخواستم که چون سخن ما از ادبیات کلاسیکی رفت، سرود کلاسیکی رفت، همینجا یک سرود کلاسیکی برای مخلصان خوانده باشید. مرحبا. خوب. با یک کرشم زلیخا، با یک کرشم زلیخا بشه دل ما چنان را بود که یوسف دلی زلیخا راید فیخان که مرغی دلم سیدی طفل نادانست که بال و پر شکند مرغی رشته بر پارا سجودی خاکی رهش بردنم تمنا بود و خاک میبرم امروز این تمنا را یاد فریاد کرشمه های غزالانی مست می بخشد فراغت از دو جهان عاشقانی شیداراید شراری سینه مجنون زی آتش لیلی کباب ساخته همه آهوانی صحرا را یاد داد تکلمی شیری لبی که جان بخشده بدم زدن ناتواند کسی مسیحا را چی سود پندی کسان چون نمی براز دلم هوای خد دل را روی زیبا را یاد داد حالا که جامی دل خسته خواست آکار است و شکل و شیوه سوارانی سروی بالا را
خطر. من میخواهم در پایان برنامه بینندگان ارجمند منتداری تهیه‌گران برنامه را مخصوصاً به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، همچنین تلویزیون ولایت سوخت، تلویزیون سیمای مستقل یکم، تلویزیون آینت، رادیوی صدای خوجند، آژانسی رکلامی آبادکار و همچنین سوکی مرسی باکو بیان نمایم. و در پایان برنامه میخواهم نام تهیه‌گران برنامه امشبه آینه شب را بیان کرده باشم. اینها دلشاد باباجانوف، منوچهر عبدالخلیلوف، دلیر اورونوف، پروینه بایمراد و فرزانه علی و سید اکمل سید زاده، دوست محمد دلشاد، منوچهر سید زاده، میرزا احمد رحیموف و بنده سید عمران سیدوف هستیم که برنامه آینه شب را همیشه که منظوری شما میسازیم و تا برنامه های دیگر خدا یار و مددگار شما باشد. یاری من وفا دارد، چشمان سیاه دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد. زلفانی کجش دومی مار، ابروی سیاش کمان وار. زلفانی کجش دومی مار، ابروی سیاش کمان وار. جانم کنم فدایشه، کاش کی میشد با من یار. جانم کنم فدایشه، کاش کی میشد با من یار. یاری من وفا دارد، چشمان سیاه دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد. عشقش گرفتارم، او برده اختیارم. به عشقش گرفتارم، او برده اختیارم. در جهان مانندی من دیگر کسی ندارم. در جهان مانندی من دیگر کسی ندارم. یاری من وفا دارد، چشمان سیاه دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد، با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد.